سلام، وقت بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. این اولین ویدیو از سری ویدیوهای معرفی ابزارهایی برای مدیریت زندگیه. اینجا قراره یاد بگیریم از ابزارهای قدرتمندی استفاده کنیم تا زندگی شخصی و کاریمون رو مدیریت کنیم، تا بتونیم منابع اصلی زندگیمون یعنی زمان، انرژی و ذهنمون رو آزاد کنیم و روی اهدافمون متمرکز بشیم. اینجا قرار نیست من درباره هدف گذاری و امثال این موضوعات صحبت کنم. من قراره ابزار معرفی کنم. من قراره ابزارهایی رو معرفی کنم که علاوه بر ایجاد امنیت برای شما، همراه شما هستن برای بهتر عمل کردن و ساده سازی کارها. خب، گوگل یک سری پروداکت یا محصول یا خدمات داره که ما اینجا میبینیم. از این محصولات استفاده میکنیم. خیلی از این محصولات رو همین الان شما دارید استفاده میکنید، ولی بهینه استفاده کردن ازشون و اینتگریتی یا یکپارچگی استفاده از اینها خیلی مهمه که میتونه به ما خیلی کمک کنه. لازمش داشتن یک حساب کاربری گوگل هست که علاوه بر استفاده از این حساب کاربری ما باید توجه کنیم به ارتقای امنیت این حساب کاربری که قراره کلیه کارها و روالهای زندگی ما در این حساب کاربری وجود داشته باشه. خب، بریم برای ساختن یک حساب گوگل. این مراحل رو احتمالا شما هم بدونید، اما ما هدفمون ساخت یک اکانت گوگل با امنیت کامل هست. حالا اینجا کرییت اکانت رو میسازیم. حالا برای استفاده شخصی انتخاب میکنیم که من میزنم که مثلا میخواین از اینجا میگه که میخواین از اکانت های پیشنهادی من استفاده کنید یا اینکه خودتون بسازید. من ترجیح میدم حالا این خوبه، صفوی بی خوب. اینجا نیکست و پسورد. اینجا یه ریکاوری ایمیل هست که یکی از مراحل ارتقای امنیت هست که بعداً اضافه میکنیم. توی مرحله ارتقای امنیت این اکانت حتما این موضوع رو لحاظ میکنیم. اینجا من فعلا ازش میگذرم. بله، اکانت ما میشه که این صفوی بی 97. 4 مرحله بیام این کار رو انجام بدم یا اینکه میخواین همین الان دسترسی به اکانتتون داشته باشه. من حالا توی این 4 مرحله رو با هم دیگه پیش میریم. اینجا میگه که چقدر من هیستوری اپلیکیشن ها و وبگردی تو رو ذخیره کنم 18 ماه، یا اینکه نگه دار تا که خودم حذفش کنم، یا اینکه اصلا نگه ندار. من حالا انتخاب میکنم که نگه دار تا اون موقعی که خودم بگم حذفش کنم. بحث هیستوری یوتیوب هست، این رو هم اینجوری انتخاب میکنم که نگه داره. و تبلیغات رو به چه صورت برای من نمایش بده. من میگم که بر اساس سلیقه من بیار و اینکه تمام. اینجا یه سری مسائل هست، میگه که مسائل امنیتی رو به صورت دوره‌ای به من ایمیل کن که من این تیک رو میزنم. خوبه و نیکست و این 4 مرحله هم تمام. و یک سری نکات دیگه که اینجا مطرح میکنه مربوط به اینکه دسترسی به یوتیوب دارید، گوگل درایو دارید، یه سری سینگل ساینین دارید که میتونید از خدمات دیگه استفاده کنید. در هر صورت ما اینو قبول میکنیم و میریم به مرحله بعد که احتمالاً دیگه اکانت ما ساخته شده. اولین موضوعی که مطرح میشه بحث جیمیل هست، یعنی مستقیما شما وارد جیمیل میشید که یکی از محصولات گوگل هست. اینجا میگه که جیمیلتون رو بر اساس اسمارت فیچرها که به صورت دسته‌بندی هایی داره برای اتوماتیک کردن دسته‌بندی ایمیل هاتون، یک پارچگی با کلندر و مسائل دیگه که حالا ما قبول میکنیم که به صورت اسمارت باشه و اینکه محصولات دیگه گوگل هم با جیمیل ما در ارتباط باشن، یعنی اینتگریتی یا یک پارچگی داشته باشن و قبول میکنیم. اینجا حالا بحث این رو داره که
ریلود بشه ما این رو ریلود میکنیم و به گوگل خوش آمدید. خب اولین قدم قسمت که حالا بحث عکستون رو میتونید قرار بدید. اینجا میگه که ریکاوری فون یا ریکاوری ایمیلتون رو اضافه کنید که حالا فعلا ما این کار انجام نمیدیم تا بعد. اینجا میبینید که 15 گیگابایت فضا به ما اختصاص داده و همین اکانت گوگل رو ما ساختیم. الان به بعد میتونیم از خدمات دیگه گوگل هم استفاده کنیم. میبینید که ما از تمام این خدمات که اینجا حالا ما هست میتونیم استفاده کنیم. بعضی از محصولات رایگان هستن تا یه حدی، ولی خیلی از خدمات هم باید هزینه پرداخت بشه.